آموزش‌های پیش از ازدواج اصلا لازمه قبل از ازدواج آموزش ببینیم؟ اگه ازدواج هم آموزش داره. جواب سوال اینه که بله، ازدواج نیاز به آموزش داره و به خاطر در نظر نگرفتن همین آموزش‌ها و اینکه لازم ندیدیم آموزش ببینیم، آمار طلاق‌ها به شدت بالا رفته. فقط کافیه یه نگاهی به آمار طلاق‌ها تو سال 1402 بندازید. توی 4 ماهه اول سال از هر 3 ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم شده. اگه نگاه بکنید 199,000 ازدواج ثبت شده و 69,000 طلاق، یعنی از هر 3 ازدواج یک طلاق. خب علتش چیه که آمار طلاق‌ها این همه بالا رفته؟ به خاطر اینکه ما ازدواج رو شوخی گرفتیم. ازدواج رو به چشم یه مهارت نگاه نمی‌کنیم. شما می‌خواید رانندگی یاد بگیرید، میرید کلاس، میگید مهارت باید آموزش ببینم. می‌خواید آشپزی یاد بگیرید، میگید باید برم کلاس، باید آموزش ببینم. پس چرا در مورد ازدواج حاضر نیستید آموزش ببینید؟ خب ازدواج هم یه مهارته. شما باید بدونید که چجوری باید انتخاب بکنید، قبلش چجوری انتخاب خود بکنید و چه بلوغ‌هایی در مورد ازدواج لازمه. ما در مورد ازدواج بلوغ عاطفی داریم، بلوغ در کنار بلوغ جنسی و جسمی، بلوغ اجتماعی داریم، هوش هیجانی داریم، نحوه تعامل با همسر داریم، نحوه تعامل با خانواده همسر داریم و هزاران معیار و ملاک‌های دیگه. و اینکه من مثلا در مورد جلسه خواستگاری چطور باید برخورد بکنم که بتونم شناخت لازم رو حاصل بکنم، با چه سنی باید ازدواج بکنم و هزاران چیزهای دیگه که باید در مورد همه اینها آموزش ببینم و یک انتخاب درست داشته باشم که نتیجه موفقی داشته باشه و ازدواج من ختم به طلاق نشه. ما می‌خوایم توی سلسله ویدیو در مورد همینها صحبت بکنیم که چه معیارهایی در مورد ازدواج هست، نگاه درست به ازدواج چیه، اصلا چرا باید ازدواج بکنیم، فرق ازدواج حیوانی با ازدواج انسانی چیه و اینکه در جلسه خواستگاری چه سوالهایی باید بپرسم که بتونم شناخت لازم رو حاصل بکنم، شاخصه ها برای بلوغ عاطفی چیه، شاخصه برای بلوغ اقتصادی چیه، شاخصه برای بلوغ اجتماعی چیه، بلوغ فرهنگی چیه، چه فرهنگ هایی میتونن با هم تعامل داشته باشن و چه فرهنگ هایی نمیتونن با هم تعامل داشته باشن. اگر ما از جهت جغرافیایی از هم دور بودیم، مثلا خانم برای جنوب کشور بود، آقا برای شمال کشور، آیا همچین ازدواج‌هایی درست هست یا نیست و خیلی از سوال‌های دیگه که باید به همه اینها جواب بدیم. با ما همراه باشید که تو ویدیوهای بعدی می‌خوایم در مورد نگاه صحیح و زاویه دید صحیح به ازدواج صحبت بکنیم که به نظرم همین نگاه درست نداشتن به ازدواج اصلی‌ترین عامل طلاقه. تو میخوای بری اون پشت بشی من تو رو نبینم؟ آموزش‌های پیش از ازدواج اصلا لازمه قبل از ازدواج آموزش ببینیم؟ مگه ازدواج هم آموزش داره؟ جواب سوال اینه که بله، چه جورم نیاز به آموزش داره. ما لازم ندیدیم که آموزش ببینیم در مورد ازدواج. همین باعث شده که مهارت‌های لازم برای تعامل با همسر رو نداریم، مهارت‌های لازم برای یه بار من خوب برم رد بشه دیگه گنده میشه. خب علتش چیه که این همه آمار طلاق بالا رفته؟ به خاطر اینکه ما ازدواج رو شوخی گرفتیم. ازدواج نخند تو دیگه.